حديث 25 است که عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه. رئیس متفق علیه. بسیار یک حدیث زیبای دیگه، یک حکم دیگه از انس بن مالک رضی الله عنه که بسیار صحابی جلیل قدر 10 سال در خدمت پیامبر بود نقل میکنه، روایت میکنه. قال میفرماد لما کان یوم خیبر، زمانی که روز خیبر شد. خیبر یعنی فتح خیبر در سال 6 یا 7 هجرت است، از هجرت پیامبر صلی الله علیه و خیبر در 167 کیلومتری مکه و مدینه واقع است و جایی بود که یهود در اونجا زندگی میکرد. تا شما شنیده باشین، با خیالم خواندین سیرت خودتون میخوانین فاتحه خیبر علی را که میگن نه. پیامبر صلی الله گفت که امروز ما بیرق به کسی میتم که الله و رسولش را دوست داره، هر کس می به من بتا به ما بتا. می صدا کردن، گفت هر کی نزدیک شد ولی پیامبر صدا کرد علی را. گفت علی کجاست؟ علی آوردندش، می چشمش اوگار شده بود، چشم خدا گرفته بود، می مالی تاو میزد. پیامبر صلی الله علیه و آله در چشمش زد، جور شد، بیرق برش داد، گفت برو دیگه به طرف یهودیا. و اینمی بعضی حالت تشیع ما که است چی میکنن که یهودی ها که مخالفت دارن، اما مذهبی اصلیشان امیست که میگه علی یعنی امام اول با یا جنگیده و سخت یهودا بعد میبرد و سختی تو کداوی تو کاران کردن. اگر که سیاسیونش که است مثلا کشوری که است نه در ایران، اینا با دروغ دشمنی ندارن. اما تو نمیال سعی کنی اسرائیل میگه که ما تا بال بیش از 1000 بم زدیم ایران در سوریه، یک بم هم فایر نکردن. او هم دروغ میگه زدی در کجا 1000 بم، اون طرف میزنه میگه من زده رایستم قوت های ایران در سوریه. اون ما دشمنیش تا بال ندیدیم، تا بال یک جنگ هم نکردن سیاسیون. اما مذهبی های اصلیش در کتابایشان است که یهود بسیار بد چیز است، یهود باید علیه از بین برده شد، یهودی ها خطرناک. امام عبد و سوار فتح کرد. روز خیبر امر کرد پیامبر صلی الله علیه و ابا طلحه را، ابا طلحه صحابی فنادا آواز کرد که چند چیزا. یکی گفت ان الله و رسوله، بدون شک الله و رسولش ینهیانکم، منع میکند شما را. الله منع میکند پیامبر شما. اینجا الله و رسول یک جای کرد. از چی؟ ان لحوم الحمر الاهلیه، از گوشت خرای اهلی. اهلی یعنی خر خانگی. از گوشت از استفاده نکنید. چرا؟ فانها رجس، زیرا پیامبر گفت میگه که پلیتی است. این دلیلش هم گفت فانها رجس، پلیتی است. از این فهمیده میشه که ذاتش پلیت است، را حرام کرده. منم متفق علیه. یه حدیث امام بخاری مسلم، یعنی حدیث بسیار صحیح و قوی است که در صحت و قوتش هیچ اختلافی وجود نداره. پس از این فهمیده میشه که گوشت خر اینا. خب یوم خیبر کدام میگم؟ میگه اسم حصون خیبر که است، نام مقلعه و قلاع قلاع و مزار الیهود، همون زمینای زراعتی یهود. تو بعد عن المدینه، که از مدینه دور از 160 کیلومتر از مدینه فاصله داره. خب در بین مکه و مدینه میفهمین شما که 450 کیلومتر فاصله و یک از مدینه 160 کیلومتر دور شد سایه خیبر است. و پیامبر صلی الله علیه و که در سال 6 هجرت به عمره رفت نشد، به طرف خیبر رفت و خیبر رفت. و کان یوم خیبر فی سنه 7، میگه در سال 7 هجرت بوده. الحمل الاهلیه، گوشتای خرای خانگی. حمر به ضمتن جمع حمار است، خرها. حمار مفردش است. اهلیه نسبت به اهل است، اهل خانواده مردم، یعنی حیواناتی که الفت دارند. احتراس ایجا اهلیه چرا گفت پیامبر؟ یعنی به خاطر که از این دور شود حمر وحشیه، خرای که وحشی است، نه در جنگل است. اونا را چون بس گوره خر میگن، چی میگن؟ فیه حلال، پس این حلال است. اون خرای وحشی که میزنی شکار میکنی ذبحش میکنی حلال است. قال الامام مناوی در فیض القدیر میگه محدث الحمر الاهلیه ای التي تألف البیوت، میگه کسایی که در خانه الفت دارن میان و میرن میباشن. ولو اصحاب ترجو لهم، ورد کسایی است که میرود به اینا. قیم انسی است، یعنی اون به انسان الفت داره. ضد وحشیه. وحشیه که تعیش فی البراری، دو دشتها و صحراها، ولیس مملوک کسی نمی باشه.
اهلی که صاحب داره، مالک داره، او نداره. ولی سلا اهل ترجمه، اهل هم نداره که بره پیش از اونا، یعنی خراب پیشوا بره، یا اهل داره هر جا که روانش کنی خر پس خانه میاد، این نیست که جای دیگه بره. فانها میگه لحم ازی رجس نجس است. رجس هر چیزی که مستقذر است، یعنی نجس است، پلیت است. پس در این حدیث میگه منادی کی بود؟ ابو طلحه. و جاء عند مسلم ان المنادی ایضا بلال، میگه منادی بلال بوده، شاید امو آواز کرده باشه. و به نزد نسائی میگه که منادی عبدالرحمن ابن عوف بوده. چه قسم جمع شود؟ یعنی در یک حدیث میگه ابو طلحه، در دیگهش میگه بلال بود، در دیگهش میگه عبدالرحمن ابن عوف بود. میگه شاید عبدالرحمن ابن عوف اول آواز کرده باشه که مطلقاً ممنوع است. باز ابو طلحه و بلال زیادت کرده که فإنها رجس، نگفته که گفته ای پلیتیست، یعنی پلیتیش یا بیان کرد. این تو جمع میشه. و قد یحمل ان المعسكر کان واسعا فنادى اولئک کلهم بعضا. میگه میشه که حمل شود که اون جایی که معسكر یعنی مکان نظامیا واسع کلان بود، کلشان میگه به یک آواز کرد. یکیش گفت دیگهش هم خیلی، دیگهش که آواز رسید او دیگهش خیست آواز رسید، دیگهش یعنی کلشان اعلان کرده است. نیل الاوتاری را امام شوکانی بیان کرد. حکم گوشتای خرای اهلی خانگی چی است؟ حرام است و اکثریت مطلق علمایی را میگن. قال به تحریم اللحوم الاهلی اکثر علما صحابه فمن بعدهم ائمه مجتهدین. ابن قدامه رحمه الله میگه که یا اجماع را نقل میکنه عالم کلان حنبلی، میگه اکثر اهل العلم، اکثریت اهل العلم يرون تحریم الحمر الاهلیه، عقیده دارن، باور دارن، فتوا میتن به حرام بودن خرهای اهلی خانوادگی. قال احمد ابن حنبل ایرا رئیس المحدثین میگن 15 من اصحاب النبی صلی الله علیه و 15 اصحاب پیامبر میگه کریهوها، بد میدیدن، ایرا نفرت داشتن، خرا و رد میکردن که حرام است. قال ابن عبدالبر میگه لا خلاف بین علماء المسلمین اليوم فی تحریمه. میگه خلاف نیست در بین علمای مسلمین ائمه مجتهدین تا به امروز در حرمت ازی، این که حرام است تا بال کسی در این خلاف نکرده. دلیلش چیست؟ این حدیث باب است که متفق علیه گفتیم ما که منادی صدا کرد که ان الله و رسوله، الله و رسولش حرام کرده چرا؟ از حمر اهلی گوشتای ازی حلاله و گفت نجس. دیگه حدیث دیگه هم احادیث است. حدیث عبدالله ابن عمر است قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن اکل لحوم الحمر الاهلیه، منع کرد از خوردن گوشتهای خرهای خانگی. متفق علیه، بخاری مسلم نقل کرده، یعنی قوی حدیث، صحیح حدیث. و حدیث علی رضی الله عنه قال، می فرماید خود علی میگه، راویش علی است، متفق علیه در بخاری مسلم، که ان رسول الله نهى، یعنی در یک چیز دیگه هم اضافه شده، یقینا رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرد عن متعه النساء، از متعه زنا. متعه یعنی که موقت با یک زن نکاح میکنی، یوم خیبر، در روز خیبر. و عن لحوم الحمر الانسیه، دیگه از گوشتای خرای انسی، انس که به اهلی در خانه می باشه. یعنی سعی کنیم متعه سابق که بود جایز بود، بعضی مجاهدین که میره برای یک ماه دو ماه یا یک هفته عروسی میکردن با کسی، باز اعلانش میکرد. پیامبر صلی در روز خیبر اعلان کرد خبردار متعه حرام است. متعه همین نکاح صیغه میگن یا نکاح موقت میگن، برای یک هفته یا برای یک روز یا برای یک ماه دو ماه سه ماه نکاح میکنن، باز اون وقت که پوره شد خودش حاجت طلاق هم نیست، اونا گپش خلاص میشه. عالم اهل تشیع میگن تا بال میگه ما این قبول نداریم، عالم است ما نکاح متعه میکنن و صیغه میکنن و موقت و این گپا جریان داره. در ایران اونجا که بری خو اینا بعضیا باز مشرایطی که در تشیع گفته او را مراعات نمیکنن، بیخور یک مرکز زنا جور کرده و انا که میری پیسه تا میتی اونجا یک ملاقه که کرایی هم گرفتگی است، میتوی را قبول کنی، قبول برو دیگه در اتاق برای چند روز، برای یک هفته. بعد از این میگه تمدید کنیم، میگه میشه تمدید کنین، پس پیش ما بین تمدید میشه. یعنی او یک مرکز زنا و فحشا را جور کردن، این کارا را کردن. حتی برای یک ساعت او را چی میکنه، باز اونجا موا میگن عدت ترشه، او کارم نمیکنه، با دیگه آمد یک ساعت پیش از او، یک ساعت پیش از او، این کارا نامش مانده، میگه این کاس حلال است، جایز است. و دیگه حدیث ابن ابی اوفا قال نهى النبی صلی الله علیه و سلم عن لحوم الحمر، میگه منع کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم از گوشت های خر. رواه البخاری، امام بخاری نقل کرده. نبی ثعلبه رضی الله عنه قال حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم لحوم الحمر الاهلیه. این دیگه حدیث
ابی ثعلبه رضی الله عنه میگه که حرام کرد رسول الله صلی الله علیه و آله گوشت های خرای اهلی را، خانوادگی را. متفق علیه امام، یعنی بخی احادیث تو قوی و صحیح. فهذه الاحادیث فيها نهی صریح، نهی صریح است از گوشت های چی؟ خرای اهلی، خانوادگی. ابن قیم در کتاب خود میگه احادیث نهی از اکل لحوم الحمر الاهلیه، خوردن گوشت اهلی، رواها روایت کرده کسی از نبی صلی الله علیه و علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم اسلام و جابر ابن عبدالله برای ابن عازب ابن ابی اوفا و دیگه ارباس ابن ساریه، ابو ثعلبه، عبدالله ابن عمر، ابو سعید، سلمه و میقسم، یعنی بسیار صحابه گفتیم که 15، یعنی تقریبا این دیگه به تواتر رسیدگی، یعنی بیخی یقینی شده. و قال بعض علما، میگه بعض علما گفتن به اباحتش، مباح است، یعنی جایزه، کسی میخوره دلش میشه بخوره. استدلال میکنن به این قول. دلیلشان چیست؟ دلیلشان ضعیف است. یا میگن که قل لا اجد فيما اوحي الی محرما على طائم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق اهل لغير الله به. قل بگوی پیامبر لا اجدو، ما پیدا نمیکنم فيما اوحي الی، دانچه که ما وحی شده، محرما که حرام شده باشد، على طائم به خوراک کننده، یطعمو که میخورد، الا یکون میتا، یعنی چیز حرام نیست مگر که خود مرده باشد، گاو، گوسفند، بز و شتر اینا، او دم مسفوح یا خون جاری باشد، یکی خون لخته است گفتیم جگر و تیلی و جدا، او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر باشد، فإنه رجس ایپالیتیس، او ما اهل لغیر الله، یا به نام غیر الله ذبح شود، با تقرب غیر الله، قبر و مرده و بتا و اینا. این الله لم یذکر حمر الانسیه، حمر اهلی را مع هذه المحرمات نقل نکرده، دیجا نگفته در قرآن. فما الجواب عن الآیه؟ از آیت چی جواب میگین؟ ما میگیم نه، خب این آیت جی دلیل شده نمی، آیت خواهم است، حدیث که آیت چی میکنه؟ توضیح میده و بسیار چیزا است، حدیث خودش مستقل حکم است. جوابی است که آیت که است، آیت انعام مکی است، در مکه بود واقعا سوره انعام، و خبر تحریم متأخر جدا، این سال هفتم هجرت و خود سال خیبر شده، فهو متقدم، و آیت پیش است بعد آمده و نو بیان کردگی است. یا دومی که نص الآیه خبرون عن الحکم الموجود، نص آیت یعنی عبارت آیت صریح آیتی است که همین حکمی که موجود بود عند نزول آیت، در وقت نزول آیت پورا بیان کرد. در وقت نزول آیت در مکه خود مرده، گوشت خنزیر، اینی چیزا، خون مسفوح، فإنه حينئذ لم يكن ينزل في تحریم المأکول الا ما ذکر. در اون وقت میگه که در مکه آیت نازل شد، نبود که در تحریم خوراک کباب گوشتا مگر همون چیزایی که ذکر شد، دیگه چیز حرام نبود. ولیس فیها ما یمنع، دیگه میگه نیست که چیزی منع کنه اینزل بعد ذلك غیر ما فیها، که بعد دیگه نازل شود. تا اون وقت همون چیزا بود، ما پیدا نمیکنیم آنچه که به ما وحی شده، یعنی تا اون وقتی که در مکه بود. ولی اون منع نمیکنه که دیگه هیچ وحی نمیآید، دیگه چیزا منع نمیشه. بعد از اون باز با پیامبر صلی دیگه وحی آمد، حدیث بیان کرد. خب علت در تحریم لحوم الحمر الاهلیه چیست؟ دلیل. بعضی یعنی محدثین چی دلیل گفتن چرا حرامه؟ یک بعضی ها گفتن که حاجت هم، یعنی حاجت است، سوار است، سوار میشی، بار میبری. در حدیث ابن عمر آمده و کان الناس قد احتاجوا الیها، در حدیث مردم محتاج بودن به، ولكن يرد هذا القول حديث ان النبي نهى لحوم الحمر و اذن في لحوم الخيل. لیکن این گپ رد میکند این حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و گفت که منع کرده از گوشت‌های خر و اجازه داده در گوشت‌های اسب. و نه اسب گفته در حدیث صحیح است که گوشت‌های اسب اجازه است، در بخاری مسلم. فلو کان النهی، میگه اگه این نهی از جهت عظیمی بود که حموله بود، یعنی بار بود، مردم سر سوار میشد، با نهی از گوشت‌های اسب هم باید میشه، اسب هم خب مردم استفاده میکنه، او چرا جایزه؟ با یک علت، یعنی علت قدر قوی نیست. دومی که ان کان تاکل العذر، چیزای نجس هم میخوره میگه خر. ما خب ماچم ندیدیم خرا نبردیم، میکارا در جا نبودیم، در اطرافا حرکت خود نگشتاندیم که چی رو میخوره چی رو نمیخوره. این میگن که تو به این خاطر. و قیل گفته شده که نه، دلیلش چیست که انه انما حرمت لان رجس فی نفس، اینی دلیل قوی، پلیتیز در ذاتش. ابن قیم میگه و هذا صح العلل، صحیح‌ترین علت و دلیل شمی است. چرا؟ زیرا در حدیثی که ما شما خواندیم پیامبر صلی الله علیه و ذکر کرد در صحیحین بخاری مسلم که فانها رجس، این پلیتی است، یعنی علتش هم پلیتی است. خب آل فهمیدیم که گوشت از این حرام است.
سوالی است که می شیر ازی چطور است؟ یکم تا شیر خر میگه خوردینی میخی میگه خر وارستی چی نمیفهمی. بعضی هم میگه که شیر خر که است آدم خر جور میکنه. خب امی بعضی میگه گوشتش هم که بخوری از ذره تو خر واری میشی، یعنی بیعقل میشی، احمق میشی. والله علم که خاصیتش انتقال میکنه نمیکنه. ما حکم شرب یکم تا میگه سیر شوی شیر خر بخوری جور میشی. امی سایرا و بدبختا میگه پارو میزن. چیز حکم نوشیدن شیر خر برای تداوی؟ اون به دیگه گپ نه، تداوی میکنه، مریض است یا نفس تنگی، هر مرضی داره، سیر شده، جادو شده، کدام مرضا را میگن. در اینجا علما میگن اذا حرم لحمه حرم لبنها، وقتی که گوشتش حرام شد شیرش هم، شیر خزم گوشت تولید میشه. قال ابن قدامه میگه والبان الحمر محرمه، البان شیرای خرا حرام است. فی قول اکثرهم، در قول اکثریت ائمه مجتهدین. ورخص فی عطا، امام عطا ابن رباح از جمله تابعین است، مجتهد هم بود، مفسر این رخصت داده، میگه اگر برای تداوی باشه شیرش خیره. و طاووس، امام طاووس هم محدث است و هم مفسر است. زهری، امام زهری بسیار کلام محدث. والاول اصح، خود دو نظر است، می اولش صحیح ترینه. چرا؟ لان حکم الالبان حکم اللحمان، حکم شیره و حکم گوشت داره. و همین قسم می فرماید در جلد 9 صفحه 338 ولا يجوز تداوی بمحرم، تداوی کردن به چیز حرام جایز نیست. چرا؟ ولا بشین فی محرم، و این چیزی که او حرام باشه، مثل البان الاتون، شیرای خرای ماده، اتون جمعیتان انسای حمار میگه. ولحم شیء من المحرمات، گوشت یک چیزی از محرمات، مثلا گوشت خنزیر. یکم تا بگه مریضی داری برو گوشت خنزیر رو بخونی، یکم تا میگه که مریضی داری برو شراب بخور، به این مرض شفا. می ولا شرب الخمر، نوشیدن شراب للتداوی، به خاطر تداوی جایز نیست. چرا؟ لقول النبی صلی الله علیه و سلم، واقعا حدیث است که ان الله لم یجعل شفاء امتی فيما حرم علیها، الله نگردانیده شفای امت مرا در مرضها فيما دو چیزای حرم علیها، او را که حرام کرد موضوع شفا را دو نانداخته. اگر شفا پیدا کنی به دیگه چیزا میشه، به شراب به چیزای حرام نمیشه. ولی ان النبی صلی الله علیه و سلم ذکر، می پیامبر یاد شد برای ازی النبیس، نبیس امو شرابی که از خرما جور میشه، یسنو للدواء، برای دوا جور میشه. فقال گفت انه لیس بدوا ولکنه داء، این دوا نیست، خودش مرض است، این را استفاده نکنید. یعنی با پیامبری را یاد کردن منع کرد. اینال ابن قیم رحمه الله می فرماید می المعالجه بالمحرمات قبیحه، معالجه به چیزایی که حرام است، یعنی تداوی کردن مرضا، قبیح است، ممنوع است عقلا و شرعا. عقل هم قبول نمیکنه، شریعت خون دلایل داره. اما شرع فما ذکرنا من هذه الاحاديث، نه یه حدیث که ان الله لم یجعل شفاء امتی فيما حرم علیها. الله میگه، پیامبر میگه الله شفا را دو چیزی که حرام کرده نگردانید. عقل، الله سبحانه و تعالی این محرم لخبثی، خباثت خبثش یعنی خباثت و نجاسی را حرام کرده. فانه لم يحرم على هذه الامه طيبا، میگه الله چیزایی که پاک باشه الله و رسولش او را حرام نمیکنه، به خاطر نجس بودنش حرام. دیگه عقوبتا لها، به خاطر عذاب بی کما حرم علی بنی اسرائیل. یعنی الله چیزایی که پاک باشه حرام نمیکنه مگر از جهت عقاب، که عذاب بده کسی را، با یک چیز حلال هم حرام میکنه. مثل که به بالای بنی اسرائیل الله میفرماید که در سورت مائده فبظلم من في سورة النساء فبظلم من الذين حادوا حرمنا عليهم فبظلم من الذين هادوا، میگه به سبب ظلمی که ما، به سبب ظلمی که میگه ما چی کردیم، به سبب ظلم من الذين هادوا، از یهودیا ظلم کردن، بسیار جنایت و خیانت کرد یهود، حرمنا علیهم طیبات، حرام کردیم چیزای پاکیزه را، و حلت لهم که برشان حلال شده بود. که اونم چی بود؟ او شتر بود و شیرش بود و دیگه از گوسفند دنبه بود و همی چربیای حیوانات بود اینا. و انما حرم علی هذه الامه ما حرم لخبثی، به این امت که حرام شده از جهت خباثت و نجاستش. و تحریم له، و تحریم الله برای این امت که چیزا را حرام کرده حمیتا، به خاطر حمایتشان است، و صیانتا
عن التناولی و خاطر حفاظت از استفاده است که برشان ضرر نرسه. فلا مناسب نیست که طلب شود به شفا از اسقام، مرضا و علتها. فإن و این اثر فی ازالت، اگر که می تاثیر داره، در شاید تاثیر داشته باشه در دور کردنش، لکن شاید همین مرض دور کنه. می ولکن نو یعقوب سق من اعظم منه فی القلب، یک مریضی دیگر بزرگتر از این در قلب ایجاد میکنه، یک مرض دیگر که به قوت الخبث الذی، به قوت نجاستی که دیگه مرض ایجاد میکنه. پس فیکون المداوی، کسی که تداوی میکنه خدا به قصا فی ازالت سقم البدن، می سعی کرد که بدن مریضی شو کنه، قلب خدا مریض ساخت. و واقعا کی کار کرد با یک شوق پیدا میشه که بیا دیگه حالا خوب خوردیم دم دیگه شرابی شوا، یا می تو حرام خور شوا، این ایره خوب شیر خلا خوردینی گوشتش هم مثل دیگه چیزای حرام هم استفاده کرده. و ایضا فین تحریم یقتضی تجنبه، تحریمش میگه تقاضا میکنه که انسان اجتناب کنه، و البعد عنه بكل طریق، با کل راه ها دور شوی، نه در شفا و مریضی و نده دیگه. و در اتخاذش دوا حزن علی ترغیفی، مردم می تشویق میکنی که بریم به دوا استفاده کنیم. و ملابستی مردم بیا و بعضی کسایی که با مریضی باشن جورم باشن میگه ما مریض هستیم، نه شراب خود چرا شراب من مریض هستم، نه میفهمی که به مریضی جایز است. نه مثل که حالی اگم تا روزه میخوره در لیلیه، چرا روزه میخوری؟ میگه من مریض هستم، نه میدیم چه نخورم گپم خراب میشه، در حالی که دروغ میگه. باز علنی میخوردن این جلیلیه، باز بچه ها دیگه لطش کرده بود، گفت که نه مریضم بودی پیش روی ما روزه نخوری که لطت میکنیم. و هذا ضد مقصود شارع، این ضد مقصود شارع، واقعا می راه را برش باز میکنه اگر ما برای تداوی هم اجازه بدیم. زاد المعادی را گفتم. و در فتاوای لجنه دائمه، یعنی علمای شیوخ عربستان آمده لا یجوز تداوی به شرب البان الحمر الاهلیه، جایز نیست تداوی کردن با نوشیدن شیرای خر اهلی، گفتن و جایز حرام است. و اینا سعی کنین که وقتی که حرام باشه، بعضی ها می دوایی که می دواخانه است، می چیزی که شربت است والا عالم کلش دو چیز است، می شراب است، فیصدی است، یعنی ایتایل الکل 5% یا 6% یا 10% یا 20% همی تو چیزا داره. حتی یکم دفعه شما همی که به سینه است نی همی شربت ها را بخورین تو یک قسم چی میشین؟ گنگ سواری تو نشاره، تو یک قسم خمار میشین یا ذره نی، و نمو همی شراب می باشه. این چطور میشه؟ در این باره باید من ذره سابق تحقیق کرده بودم، در فارمسی درس میدادم، گفتم همی چرا همی شراب می پرتند می دوا می شربت ها؟ گفت به خاطر میگه حل شوه ذوب شوه ای تو شوه. گفتم نمیشه که دیگه چیز غیر از این دیگه، غیر از ایتایل الکل، الکلای دیگه است که شراب نیست غیر از ایتایل. گفت میشه، ولی کافر بوده می کسی که کار کرده او یک فرهنگ مانده، فرهنگ از هم کافر مانده، این مسلمان هم همی کار میکن. اگر نمیتونه مثلا در پاکستان مسلمان ها یا در افغانستان یا در ایران همی کشورهایی که خود مسلمان میگن نه عربستان اینا نکنه نمی کاره، اما چون که وا کردن امیام میکنن میگه ولا او کاتا کافری کار کرده اگه ما نکنیم باز قبر از اون آرام میشه، چی میشه؟ این فرهنگ دکتراست و فارماسیست است و چطور چنان. خب نشود دیگه، باید استفاده نشه. این حالا ما که چی کار کنیم از این شراب و از این ما حکم اکل لحوم پس اینجاست که یک دولتی که اسلام تطبیق کنه مهم است، نه که حتی اونجا مشکلاتی یک مصیبت های دیگه است که اون مصیبت ها میتونه حل کنه، دولتی که قانون اسلام تطبیق کنه. چیز حکم خوردن گوشت های خرای وحشی، اینجا سوال کنه وحشی چطور حلال؟ دلیلش چیز؟ وقت جاء فی حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما آمده قال اکلنا زمن خیبر الخیل و هو حمر الوحش و نهان النبی صلی الله علیه و آله عن الحمار الاهلی. بسیار یک حدیث زیباست، امام مسلم نقل کرده. میگه جابر میگه ما خوردیم در زمان خیبر، یعنی سال 7 هجرت خیبر که فتح کردیم، الخیل اسپار، بعضی اسپار را ذبح کردیم خوردیم. نه در مذهب حنفی اسب مکروه میگه. خب امام ابو حنیفه رحمه الله دلیلش گفته که وسایل جنگ است. حالا خو نیست اون دلیل هم از بین رفته. حالا یکم چای بوری اسب گوشت اسب میخورین؟ نخورین اسب. ایت گپای میزنن. چرا اسب نخوریم؟ نه خوب نیست. چرا خوب نیست؟ گپای میگه که حدیث صحیح است که ما خوردیم در زمان خیبر خیل میگه اسپارا و حمر الوحشی و خرای وحشی را، خرای جنگلی را او را آوردن ذبح کردن، او را استفاده کردیم.
و نهانا النبی و من کرد ما را پیامبر صلی الله علیه و عن الحمار الاهلی، از خرای اهلی. ایرانی از او استفاده کرد. در حدیث ابی قتاده میاد که رضی الله عنه قال قلت یا رسول الله، میگه ما گفتم ای رسول الله اصبت حمار وحش و عندي منه فاضل، ما رسیدم یعنی شکار کردیم یک خر وحشی را، جنگلی را، و به نزد ما یک چیزش مانده، خوردیم هم چیزش مانده. میگه فقال گفت پیامبر للقوم کلوا بخورین و هم محرمون، در حالی که در احرام بودن، گفت بگیرین استفاده کن. متفق علیه. اینا این حدیث متفق بخاری مسلم، یعنی پیامبر امر کرد که استفاده کن. فقط امر صحابه، امر صلی الله علیه و سلم امر کرد پیامبر صحابه را به خوردن خرهای وحشی و در حالی که احرام بودن، و این دلیل است به حلال بودنش. دیگه قبلا گفتیم که سورش چطورست، این پس خورده ازی این را قبلا بیان کردیم که پس خورده خرای اهلی طاهرون حتی لا بدانیش، به خاطر که توافی نسنی بسیار رفت آمد میشه. و سبقت الادله، دلایل قبلا بیان شد در حدیث حره، در حدیث پشک نه که گفتیم پس خورده پشک حلال است، اونجا ای را بیان کرده بودیم. خب انشاءالله این بیان کافی شد. حالا یک سوال دیگه است که در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یک خطیبه که ضمیر تثنیه را به الله و رسولش راجع کرده بود منع کرد. یک خطیب خطبه گفت، صحابه حدیث صحیح است، گفت که من یطع الله و رسوله فقد رشد، هر کسی از الله و رسولش اطاعت کنه بدون شک کامیاب شد، برای درست روان شد. و من یعصیهما، هر کسی از الله و رسولش نافرمانی کنه، نگفت که و من یعصی الله و رسوله، یعصیهما یعنی ضمیر نقل کرد. کسی الله و رسولش به ضمیر نافرمانی کرد فقط غوای گمراه شد، دال شد، بیدین شد. فقال صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بئس الخطیب انت، بد خطیب هستی تو، بسیار خطبه بد گفتی. قل بگو که و من یعصی الله و رسوله فقط غوا، هر کسی نافرمانی الله و رسول کرد گمراه شد. نگو که و من یعصیهما، یعنی به ضمیر نبر الله و رسول نامش بگی، چرا ضمیر آوردی؟ در حالی که در این حدیث آمدگی است که پیامبر چی میگه؟ ان الله و رسوله ینهیانی، یعنی ضمیر الله و رسول شما دوره منک، نگفته که ینه الله و رسوله، ینهیان ضمیر آورده، یعنی جمع کرد در بین اسم الله و رسول در یک ضمیر او را نقل کرد. و در بین حدیث عدی ابن حاتم میاد که او را تقبیه کرد. چرا در یک حدیث که الله و رسول به ضمیر نقل شده پیامبر منع کرده و در دیگه او را نقل کرده، یعنی بیان کرده. جمع چیست؟ یعنی دلیلش جمع میگه چند طریقه. یکی از خصایص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، خودش یعنی خصوصیتش بود که به ضمیر نقل میکرد، دیگه اجازه جایز است برای جمع در ضمیر بین خودش در بین ربش و ممتنع است به غیرش، یعنی از خصوصیت پیامبر است، خودش حق داره دیگه نه. یک جواب. دومی که انکار به این خطیب از جهت ازی بود که خطبه میگه شأنش بست و ایزا، کار خطبه است که واضح باشه و وضاحت داده شه و فراخ باشه، زیاد توضیح داده شه، اجمال ذکر نشه، چیز خوب روشن شوه و اجتناب اشارات، از اشارات اجتناب کنه، معما نگویه. واقعا بعضی خطیبا یگام اشاره میکنه، یک گپ کسی نفهمید دو بار سه بار خوب واضح برش بگو، لغت نگو. خب لغت پرانی کسی نمیفهمه با لغتانی، ما اینطور میکنیم اونطور میکنیم. در بسیاری جا خطیبای ما که تکلف میکنن در عبارات و الفاظ به سختی ایتو یک لغتایی را بیان میکنه که مردم نیم مردم در روز جمعه نمیفهمه. باز من پرسانم میکنم، میگم چی گفت؟ میگه ایتو گپای ذات الفاظش سخت بود نفهمیدم. گفت ما در افغانستان یک حکومت مبتنی بر استراتژی و یک نظام مبتنی بر انتخابات آرای مردم میخواهیم. گفتم چی گفت؟ گفت انتخابات هم نفهمیدم، آرا هم نفهمیدم، مبتنی هم نفهمیدم، استراتژی را نفهمیدم. همین گپا کلش نو بود. هیچ همین الفاظه که یک کلمه رو نفهمیدی هیچ میشه نه. چون دیگه بسیار خوب گپا زد، ما کی میفهمیم نه، ما عوام هستیم. یک گپ سیدی گپ تا قسمی بگو که عوامی بفهمه، عوامی نافهم دیقام بی سواد خطا نمیفهمه، گپ تو را باید بفهمه. میشه که الفاظ تا آسان کنی، به لهجهشان گپ دی. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خودش که گپ میزد یا گپ 3 بار تکرار میکنه، 3 بار و به لهجهشان. حتی یک کسی آمد گفت امینم بریم سیام تم سفر، یعنی به لهجه خودش گفت آیا جمله نیکی در سفر روزه گرفتن است؟ امینم بریم سیام تم سفر، یعنی میم میگن، کل چیز میم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برش گفت لیس امینم بریم سیام تم سفر،
گفت نیست از جمله نیکی روزه گرفتن، یعنی با لهجه خودش یاد کرد، با لهجه و با الفاظی که و میگن یک چیز و چی میگن همو گپا بگو و یا ترجمهش بگه یه لفظ گفتی و لفظ دیگر هم بگو که بفهمه، الفاظ مترادف زیاده بیان کو تا که بفهمه. واقعا ما خودم می فکرم است که جایی که ببینم عوام زیاد همونطور چیز میکنم، هم یک عامی بفهمم میشه ششته و در بین علما میشه که آدم با الفاظ بلند گپ ده یا الفاظ خود آسان نکنه، عام گپ و در بین چی تکلف به این بکو که الفاظ ساده را بگویی که همو بفهمه، مخاطب تا گپ در ذهنش داخل کو. خلاصه این یک مهارت است دیگه. بلاغت میره میگه که خطیب بلیغ باشه، بلیغی که مطابقت الکلام لمقتضی الحال، حالت مردم ببین که چی کیشش تا چقدر گپ تو را درک میکنه، حتی یک موضوعی را بگو که اونا درک کرده بتانن و اگر یک موضوع سخت هم بود کوشش کو که او باید بفهمه. واقعا برای معلم هم یک کمال است، برای خطیب هم انکار میگه به این خاطر بود خطبه بحث شأنش است که بس و ایزا باشه، اجتناب از اشارات باشه و سنی الضمیر فی حدیث الباب، از ضمیر میگه در حدیث باب تصنیه شد لانه لیس خطبه، پیامبر کی کار کرده خطبه نیست، وعد نیست، تعلیم حکم که است ضرور نیست که ما ضمیر بگیم دیگه. امام نووی میگه و ثواب گپ حقی که سبب نهی در خطبه، سبب نهی پیامبر چیز خطبه شأنش بس و ایزا، یعنی واضح باشه، روشن باشه، خوب فراخ باشه، بار باشه و اجتناب اشارات رموز، معما نباشه گپایی مثل که اگم تا یک شعر میگه و معماست نی هیچ برا باز ترجمه هم نمیکنه. اقبال صاحبی طور میگه و حافظ صاحبی طور میگه و مثنوی صاحبی طور میگه، باز یک چیز ترجمهش هم نمیکنه. مردم گفت شعر گفتی معنایش نفهمیدیم چی گفتمی. ولهذا به خاطر ثبت فی الصحیح می در حدیث صحیح بخاری و نقل شده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا تکلم بود که وقتی گپ میزد به کلمات به کلمه در خطبه اعادها ثلاثا، سه بار را تکرار میکرد لیفهم تا فهمیده شو مردم او را درک کنه. خب ما و شما آلفا میدیم که در ارتباط خر و شیر و این گپاش بود و اسب این گپا جایز بودی حکم. حدیث 26 است که عمرو بن خارجه قال خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنى وهو على راحلته والوعاء يسيل على كتفه اخرج احمد و ترمذی و صححه. عمرو بن خارجه رضی الله عنه میگه که یک صحابی است، قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، می رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه گفت به ما. خطبه در کجا؟ به منی. در منی از این حج بوده، یعنی منی است که از عرفات آمده بود در منی. چند خطبه گفته که در عرفات گفت، در منی هم گفت. حالا و هو علی راحلتی، در حالی که سر شتر خود سوار بود، یعنی خطبه را سواره گفت. و لعابها یسیل، می لعاب شتر ای که می مالیتی تو یسیل جاری بود علی کتفیه بشانه ما و پیامبر، یعنی لعابش که تو میکرد میریخت لعاب دهن شتر. این امام احمد حدیث نقل کرده، روایت کرده ترمذی و صححه و باز امام ترمذی می حدیث است. منا چی را میگه؟ یکی از مشاعر مقدسات، یعنی مکانای که عبادت الله توسط حج میشه، حاجی باید اونجا بره، تا واجب است 3 روز باشه. سمیت بذالک، میگه این نام شدگی لکثرت ما یمنا بها من الدماء، به خاطر که بسیار خون در اینجا ریختگی است، ریخته میشود. خون چیست؟ اونمو دسای منا گوسفند و ذبح میشه و می ذبح حیوان کس واجبه، به خاطر شو گوسفندا و بزا و شترا و گوا ذبح زیاد حیوان، چون که در رو چند میلیون گاو گوسفند اونجا ذبح میشن. هر حاجی خو 2 میلیون 3 میلیون حاجیه، یک تا ذبح کنن، اما قاعده 2 تا و این تو جای داریم که 10 شتر 20 شتر پیسه داره، 10 دانه گاو 20 تا گوسفند ها یک نفر ذبح میکنه که ثوابش شه. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم که اونجا رفت 100 شتر ذبح کرد به خاطر که صدقه کنه، 60 دانیش هم خودش کرد، با مانده شد دیگه علی را داد گفت ذبح کرده برو و صدقه کرد. افغانا که از گشنه هستن جمیرن یک گوسفنده که لاغری ارزان بای میگه باشه، امورا میپاله با ذبح میکنه، یا میگه گمش که امورا روزه میگیرم پیسه مصرف نشه، در حالی که این کار نباید شه. و هو علی راحلتی، می پیامبر در حالی که سر راحله جمع راحله است. راحله چی را میگه؟ المرکب مفرد از راحله، مرکب یعنی سواره من الابل، از شتر ذکران کنه او انثى، مذکر باشد شتر یا مؤنث باشه، نر باشه مادیش باشه. لعاب چی را میگه؟ بزم لام ما سال من الفم، او که سائل جاری میشه دهن، آب دهن ما و شما میگیم
لعاب دهن. مثلا اطفال میگن خفچی است، نه خفچایش میاد جان. ما حکم لعاب بعیره، چیز حکم آب دهن شتر؟ پاک است، یعنی در این حدیث آمد که وانا طاهر پاک است و لیس بنجس، نجس نیست، و این به اجماع مسلمین، یعنی اتفاق مسلمان. چرا؟ به خاطر که این حدیث باب است و وجه دلالتی است که پیامبر صلی میدید میگه لعاب که در بدنش جاری بود یسیل علی عمرو بن خارجه ولم یأمر به غسل، امر نکرد که بشه و اقرار علی شیء من سنتی، و یک چیزی که ببینه کار میشه و او چیز نگوید و سنت شد. نه احادیث یک قسمی که قولی فعلی تقریری است، تقریری که پیامبر چیز نگفت، ولی ان الاصل هو اصل است که طهارت است. اگر یک گوینده بگه که ربما ان نبی صلی الله علیه و لم یعلم، میشه پیامبر صلی نفهمیده باشه که لعاب دهن افتیده، جواب اسم الله تعالی میفهمید. اگر نجس می بود لم یقر الله تعالی علیه، الله را نمیمان که سکوت کنه، یعنی الله وحی میکرد. فاقرار علیه دلیل الله تعالی، پیامبر الله هم که چیز نگفت دیگه وحی نازل نکرد، این دلیل به طهارتش. هل مثل البعیر بقیت و بهیمه الانام؟ اینجا سوال، آیا مثل شتر نر و ماده دیگه چهارپایای حیوان مثلا بز و گوسفند و گاو یا مثلا میتو اگر لعاب دهنش بیفته انسان نجس میشه نمیشه پاک است؟ چی میگه بله، مثل همین شتر دیگه هم. فکل حیوان مباح الاکل، هر حیوانی که خوردنش مباح باشد، فلعابه و بوله، امی آب دهنش، بولش تا و روسه، امو چیز دیگه چی میگه، امو چیز دیگه چی میگه، مواد غایتش و سایر فضلاتی دیگه، فضلاتش کل طاهر، کلش پاک. این خیلی خوب است با ما شما که یکم دفعه میگیم که نی باول ازی چطور میشه و باول کرد نی بشه گوسفند بکنه یا بز بکنه یا گاو بکنه یا شتر بکنه نی. و مما یدل علی ذلک، میگه آنچه که دلالت میکنه به حدیث جابر بن سمره است، قال میگه که اصلی فی مرابض الغنم، سوال کرد آیا ما در مکانهایی که گوسفندا و بزا موجه است نماز بخوانم و اونجا جایی است که اونجا خو میشن زندگی میکنن، تشناب میکنن، باول غایب میکنن؟ قال گفت نعم بلی، پیامبر گفت بخوان نماز. این اگر نجس می بود اون قال گفت که اصلی فی مرابک الابل، مبارک الابل، مبارک یعنی همون جایی که شترها زانو میزنن زندگی میکنن، شتر باول میکنه اونجا بخوانم؟ قال گفت لا، نه. رواه مسلم، یه حدیث قوی است، هم صحیح هم قوی، ما مسلم نقل کرد. از این فهمیده میشه که از گوسفند و اینا جایز است و اگر نجس می بود خب مکان ما و شما خواندیم که مکان نماز پاک باشه، نه اگر این نجس می بود میگفت نه این شاشه میکنه، این میکنه غایطه، مواد غایطه میکنه، سرگین داره، اینجا نخوانید. میگه فاذن له صلی الله علیه و سلم یصلی، اجازه داد برای جابر بن سمره که نماز بخونه در مرابض غنم، یعنی گاو گوسفند اینا، و مرابضها لا تخلو من بول اور، طبعا خالی نیست از بول اینا. و از شتر چرا میگه ارتش نهی است از مبارک مکانای شتر، فلیس من اجل النجاس، یا جت نجاست نیست، ولکن ورد عند ابی داود از حدیث برا قال سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الصلاه فی مبارک الابل، میگه سوال شد، اینجا دیگه حدیث ابو داود نقل کرده، حدیث صحیح از مکانای شترها اونجا نماز بخوانیم، فقال لا تصلوا، نخوانید فی مبارک الابل فانها من الشیاطین، یا شیاطین، نگفته که نجس است، گفته یا شیاطین، رواه ابو داود. خب این نیازی فهمیده شد که او دیگه قسمی که از شتر حلال بوده چیزش باولش و حتی دو یک حدیث دیگه میاد که شتر برای مریض گفته که باولش استفاده کنه، با دیگه هم دا پسان میخوانی میره. بعضی دلایل به استحباب از اینکه خطیب در مکان بلند باشد، ما شما خواندیم که پیامبر صلی الله علیه و سر منبر بود. روایت شده است که ان نفرا جاءوا الی سهل بن سعد، یک جماعتی آمدن پیش سهل بن سعد صحابی، قد تماروا فی المنبر، بحث و جنجال داشتن درباره منبر که منبر پیامبر من ای عود، از کدام چوب بود، چوبش بلند بود چی بود؟ فقال گفت اما والله انی لاعرف من ای عود هو و من عمل ورا، گفت میگه سهل بن سعد گفت قسم به الله من میشناسم میفهمم که از کدام چوب بود و کی را کار کرده بود، نجار از کی بود، منبر پیامبر. و رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مدیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم اول یوم جلس علیه، اولین روزی که پیامبر سر منبر شد. او در حدیث میگه که ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، در بین خانه و منبر ما
یک باغچه از باغچه‌های جنت است. باغچه جنت. یک کسی سوال هم از ما کرده بود که چطوره؟ یک معنایش است که الله این مکان در جنت نقل میته، این مکانه، یعنی این مکان در جنت می باشه. و دیگه ای که انسان حاصل میکنه در این سعادت و اینا را. و دیگه ای که یعنی مثل ازی است که انسان جنت به دست بیاره، یعنی در اینجا زیاد عبادت و اطاعت کنه، بهترین مکان. خب این میگه که من میشناسم. خب اولین روزی که شش قال میگه فقلت له یا ابا عباس فحدثنا، ای ابا عباس خبر بده از کدام چوب بود و چطور بود؟ فقال گفت که ارسل رسول الله صلی الله علیه و سلم الی امراه. این حدیث متفق علیه است. خب امام بخاری مسلم نقل کرد. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم روان کرد به یک زن. چی گفت؟ قال ابو حازم میگه انه لا یسمیها یومئذ، نامش گرفت که اون پیش او زن برو. بعد از گفت انظری غلامک نجار، ببین غلامت نجار یعمل لی اعوادا، که به من چند دانه چوب جور کنه و کلم الناس علیها، رازینا که ما به مردم گپ بدیم، یعنی یک منبر جور کنه. فعمل هذه ثلاث درجات، میگه می آدم جور کرد سه درجه، یعنی سه پایه داشت، سه زینه داشت، منبر جور کرد. همیان بخیالم سه تا مچم چهار تا. ثم امر بها رسول الله، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله امر کرد به این فوزیت هذا الموضع، می آورده شد دوجه مانده شد. فهی من طرفای الغالب، طرفای غابه یعنی یک نوع چوب از او جور شده بود. ولقد رأیت رسول الله قام علیه، ما پیامبر دیدم که دو استاد شد. فکبر و کبر الناس، تکبیر گفت، مردم هم تکبیر گفت. و علی المنبر، ده منبر بود. الله اکبر گفت، یعنی آیت سجده را خوانده. ثم رفع، پایین شد. فنزل قهقرا، متآمد پشت سر حتی سجد، اصل منبر سجده کرد. ثم عاد، باز تا که فارغ شد از آخر صلاتش. ثم اقبل الناس فقال ایها الناس اینی صنعت هذا لتأتموا بی، من این کار کردم تا که شما اقتدا کنید، ولی تعلموا صلاتی، تا که نماز مرا بفهمید. خب یعنی از این فهمیده میشه که منبر بود. حافظ ابن حجر میگه در استحباب اتخاذ المنبر که منبر باشه مستحب، لکون ابلغ فی مشاهده الخطیب. یک فایدهش چیست؟ میگه بسیار خوب بالغ و مبالغه میشه، فایده میرسانه که خطیب ببینی. خطیب که بلند باشه دیگه پایین دیده میشه و مردم دورم باشه میبینیش. پایین بود دور که بودی نمیبینیش دیگه. سما بشنوی گپش که بلند بود، خب آوازش هم دور میره. از این فهمیده میشه که خوب آوازش بشنوی. لاسپیکر هم یعنی خوب است که استفاده شه، خوب مردم. ولی اگه هم تا ببینی والا علم همی تبلیغی های ما در نماز از چی استفاده نمیکنن؟ از همی چی میگه؟ از همی لاسپیکر نی؟ ما چی میگن توی اگه هم مشاهدات خدا ندارن و اینجا قرائت میکنن با دیگه الله اکبر گفتن میره و کسایی که دو آخر هست نمیفهمه که چی میگه. حالا استفاده کو آواز برسه. خوجه چند جماعت بته، خیلی با ما اندازه جماعت کوجه دیگه جماعت بته، دیگه جماعت بته، کارایی میکنن که و پرسان هم نمیگه چه اون فکر خودشان گفت و این جمعه سما به خاطر که بشنوه آواز. جابر بن عبدالله رضی الله عنه میگه که قال کان جزء یقوم الی النبی صلی الله علیه و سلم فلما وضع له المنبر سمعنا الجزء مثل اصوات الاشاره حتی نزل النبی فوضع يده علیه. رواه البخاری. می پیامبر یک ستون داشت که یقوم الیه النبی، پیامبر که گپ میزد دو ستون تکیه میکرد. فلما وضع له المنبر، منبر که مانده شد، میگه پیامبر در منبر شد، میگه یک دفعه مستون میگه سمعنا الجزء، همین ستون شنیدیم مثل اصوات الاشاره، مثل آوازه همین چوچای شتر. این تو چون چون میگه چون چیخ زد. میگه خود همین چی همین ستون چیخ زد. ستون چوبی بود، نه دو چوب بود. حتی نزل النبی تا اینکه چیخ زد. میگه پیامبر تا شد گریان کرد. میگه فوازه دو دست خود سرش ماند کش کردید. آرام شو یعنی شاباسی و چی دادش، مثل یک طفل گریان کنه بگه خیره چوبا دست سرش کش کرد و آدمی تو آرام شد. رواه البخاری، امام بخاری نقل. یعنی سعی کنین که این و این من شین الا یسبح بحمد، قرآن میگه چیز میگه تسبیح الله را میگه، هر چیز الله متعال برش یک شعور دادگی است. یعنی او خوش بود که پیامبر سرمست و که جدا شد، اما هم خفه شد، یعنی او هم میشناخت که رسول الله است. و این حدیث امام بخاری نقل کرده، صحیح حدیث. یعنی حدیث فهمیده میشه که منبر جور شد. یعنی ان ام حشام بنت حارثه بن نعمان قالت ما اخذت قاف والقران المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل يوم جمعه على المنبر اذا خطب الناس، متفق علیه. ام حشام مادر حشام بنت حارثه این خانم است، میگه ما یاد نگرفتیم، حفظ نکردیم قاف و القرآن المجید مگر از زبان رسول الله. این حدیثی که
یقرأها میخوان کل یوم، هر روز در روز جمعه سورت قاف میخوان، به خاطر که دو احکام قیامت است و حول یا علی المنبر، با بالای منبر اذا خطب الناس، با مردم خطبه او را میگفت، با شاید دیگه گپام میگفت ولی او را میگفت. حالا امور که بخوانی دیگه گپام بگوی شاید 20 دقیقه و مقشا، اگر که پیامبر صاحب نماز خدا با دراز میگرفت از خود به خود کده. حالا که ما از نماز دراز میگیریم مردم میگه چی گپ است، حالا پیامبر صاحب میگه اخسر الخطبه و خطبه تان کوتاه کنین و نمازتان دراز کنین، نمازتان دراز بخوانین از خطبه کنه. خب قاف هم بخوانی یک دیگه چقدر وقت میگیره؟ یعنی بسیار وقت میگیره، 20 دقیقه. خب اگر 20 دقیقه خطبه گفته شد یا 25 دقیقه و چی شد، باید نمازم زیادتر شد، چون که او عربی بود میفهمید مردم، نه به زبان قریش بود. حال ما اگر صورت قاف بگیم ترجمه کنیم 20 دقیقه 40 دقیقه میشه، 25 دقیقه 50 دقیقه میشه، مجبور هستیم که می ترجمه کنیم دیگه کنیم توضیح بدیم. نه اگر ما تو قرآن خوانده رفتیم مردم بگه چی گفت، میگه والا قرآن خوان عربی ما چی میفهمم. و عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل، به می خاطر یگام خطیبا را ببینی عربی میگه یگام شعر میخوانه، نه و خودش هم نمیفهمه چی است. مثلا اینجا شروع الحمدلله علی ذات سمی صفات کبیر الشان، نه میگه و میگه با یگام جای دیگه می تو شعرها را میگه ادوار میگه. ما یک وقت بهش یک مولوی صاحب رفتم، گفتم مولوی صاحب می شعر خوان تو میره معنا کن، گفت من خودم هم معنا را نمیفهم، بیا که بریم پشتش نگرد. مال خیر خودت میخوانی چه قسمت؟ گفتم مقصد یک چیز بگو دیگه به مردم. جابر بن عبدالله می قال جاء رجل و النبی صلی الله علیه و آله علی المنبر، پیامبر آمد، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه یک مردی آمد، رسول الله صلی الله علیه و آله در منبر بود یوم الجمعه یخطب، خطبه میگه. فقال له ارکعت رکعتین، دو رکعت نماز تای مسجد خواندی یا نه؟ قال گفت لا. فقال ارکع، بخوان استاد شو. متفق علیه، امام بخاری مسلم نقل کرد. در این حدیث با پسان گپ میزنیم، بعضیا میگه که امام در خطبه بود که نماز نخوان، غال مغال هم میکنه او خبیث و پلید بیشی، ما گپ میزنیم تو او نماز خوانده رایست، نه؟ در حالی که در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم او را چی کرد؟ امر کرد، نه؟ امرش کرد که آیا چی کردی؟ نماز خواندی؟ خطبه خود قطع کرد، در خطبه بود. گفت نه، گفت استاد شو. یعنی خطیب میتونه گپ دیگه دیگران نه که ضرورت باشه، اگر دیگه که از گپ زد خطبهش چی میشه؟ محو میشه، ثوابش ثواب جمعه را دست میده. و دیگه خطبه علی المنبر ابلغ فی اعلام الحاضرین، در منبر که خوب با مردم خبر میرسه، الذی یتعقب بی مقصود خطبه میشه. امام اذا کان علی منبر شاهد الناس، مردم میره میبینه اذا شاهدوا کان ابلغ فی واعظ، خوب ازش میرسه. بعض فواید عامه از این حدیث چیز جواز خطبه و موعظه براهله، یعنی که سر اسب باشه، سر خر باشه، سر شتر باشه میتونه خطبه بگه بیان کنه. این تو نیست کسی بگه که تو تاشو گپ دی به ما، نه میتونه که دم سادگی گپ بزنه. دیگه تواضع نبی صلی الله، تواضع پیامبر بسیار تواضع داشت، فهمیده میشه. و استحباب خطبه مستحب است، مواعظ به امکنه عالی جای بلند باشه، منبر و اینا، لانه ابلغ فی الاعلام، در خبر دادن بسیار مبالغه میشه که خبر به مردم برسه. و عن عائشة رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج الى الصلاة في ذلك سوى ننظر الى اثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم قد كنت افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركا فيصلي فيه، وفي لفظ لو لقد كنت احك يابسا بظفري من ثوبه. سكن احاديث سيدة بخاري مسلم متفق عليه، مسلم جدا ورده 27 28. عایشه رضی الله عنها مادر مومنین خانم پیامبر، محدث بسیار قوی و کثیر روایت، بسیار روایت نقل شده، بیش از 2000 حدیث نقل شده. قالت ایمی فرماید کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بود رسول الله صلی الله علیه وسلم عادتش می بود یغسل المنیه، منیه میشش، منی که ثم براتون تعریف میکنم، منی را خو میشناسین یا ذره تعریف هم میکنم. ایرا میشش ثم یخرج الی الصلاه، بعد بیرون میشد به نماز، فی ذلک ثوب، دمو لباس، همو لباس که میشه که دمو لباس، یعنی لباس تبدیل نمیکرد. و ننظر الی اثر الغسل فيه، و ما میدیدم که آثار غسل دمو پیش روی تنبا نشست. متفق علیه، امام بخاری مسلم را نقل. مسلم حدیث از لقد كنت افرک من ثوب رسول الله، عایشه میگه که ما بودم که افرکو دور میکردمش از لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی تو میمالیدم باز می تو پاکش میکردم خوشکش. فرکن فیصلی فی، با دمو نماز میخوان، این تو نیست که را بشویه. و در لفظ دیگه مسلم میاد که لقد كنت احك یابسا، میگه او را ما میمالیدمش خشک
به ظفوری با ناخونای خود، این تو ناخون نیتو ناخونا کت ناخون خود دور میکردم من صوب از لباس پیامبر. كنت افركه الفرق چرا می ان تحكه بيدك اول با دستت تو میمالی حتی يتفتت تا اینکه چی میشه جدا میشه نه و خب تو تیره است دو میمانه بعد و يتقشر مع لقبی اما پوستای شکست ای تو کت ناخون دورش میکنی یا میریزانی تو میمالی با تو میزنی یا میریزم. منی چرا میگه منی صفاتش چیست که با او شناخته شود؟ میگه منی چی است و صفاتش چیست؟ منی هو الماء الدافق، آبی که خیز میزند، الذي يخرج من الانسان که از انسان بیرون میشه به شهوت و یعقب فتور وقتی که بیرون شد خیزت بعد از سستی میاد ارتخاب ساست میشه انسان نه آب منی که بیرون شد. ایرا میگه امام نووی میگه خواصش التي علی الاعتماد فی معرفتی که اعتماد به معرفتش چطور بفهمیم ایمانی است و ایودی است و مزی است. میگه 3 خصلت داره. اگر از این 3 خصلت یکش موجود بود او چی است؟ منی است. اگر نبود نیست. حالا بسیاری سوال میکنه از من منی چیست، وضی چیست، ودی چیست؟ نه 3 چیز است. با کدامش غسل است، با کدامش وضو است، با کدامش چی است؟ چی گفت؟ احداها یکیش همیست که خروج به شهوت مع الفتور در عقبش این تو شهوت که خارج شد با سستی هم بیاید ایست. و دومی که رائحة التي تشبه طلع و العجین یک بوی داره که مشابه طلع یا عجین یا خمیر یک چیز خمیری یک قسم بویی که خاص داره اگر بوی بکنی نکنی از هم دورم تو بویش میآید. و سیوم ایست که خروج به تزریق و دفن فی دفعه یعنی تو خیز میزنه چند مرتبه این نیست یک دفعه 2 دفعه 3 دفعه چند خیز میزنه اینی را میگه. اگر می خیز زدم حاجت چی نیست که دیگه صفتایش ببین. اگر او نبود مثلا کسی خواب است حالا خیزش خود نمیبینه شیطان بازیش داد باز چی کنه اونو به شهوت خواب بیدار میشه که شهوت با سستی در بدنش هم. و سیوم امو بوی خیز که دیدی در بدن تاسا بویام میته این چیزا بود. پس کل واحدت من هذه الثلاث کافیه فی کونی منیه اینمی هر یکی میسی هر سیش نکی اجا هر یکی می کافیست که منی است مرد باشه یا زن باشه شرط نیست اجتماعیش یعنی کلی 3 شرط دو باشه یک صفت موجود شد منی فإن لم يوجد منها شيء اگر از این 3 صفت یک صفت هم در موابق از بدن بیرون میشه موجود نشد لم يحكم بكونه منيا يحكم نمیشه که منی باشه شهوت نبود خیز نزد همین چیزا. ما حکم المنی حکم منی چیست اینجا گپ هل هو طاهر ام نجس پاک است یا نجس در اختلاف و بسیار گپ عمده است که ما شما بفهمید. حالا اکثر میگن نجس است این نجس مردار نه همو چی را که ببینه منی را میگه سکو یا بوی منی را ببینه برای مردار نجس ها بوی منی میاد جان تو. حکم منی چیست اختلاف العلماء فی ذلک علی قولین علماء 2 قول 2 نظر دارند مجتهدین. قول اول انه طاهر قول اول است که پاک است یعنی که پاک باشه دیگه هیچ مشکل نیست و میشه انسان نماز بخونه و دیگه در بدن که بان. این مذهب کیست از ائمه 4 مذهب شافعی امام شافعی رحمه الله احمد ابن حنبل و داوود ظاهری و خودش یک اهل مذهب است امام است. و نسبه النووی الى الكثيرين و اهل الحديث امام نووی الى نسبت داده با اکثریت اهل حدیث یعنی اکثریت اهل حدیث کسایی که محدثین هستند مجتهدین محدثین امیگپا میگن و محدثین زیاده. قال عباس میفرماید که روی ذلك عن علی ابن طالب کی میگه ایرا صحابه میگه علی ابن ابی طالب میگه که پاک است منی از جمله صحابه خلفای 4 علی و سعد ابن ابی وقاص این صحابی که فاتح ایران نه مجاهد و ابن عمر عبدالله ابن فرزند عمر خلیفه دوم عایشه رضی الله امهات المؤمنین خودش یا میگه که پاک است یعنی نجس نیست. قال میگه که و غلط من اوهم ان شافعی منفرد یکم تا میگه که تنها شافعی گپ گفته دیگه کس غلط کرده کسی که میگه که شافعی گفته که پاک است دیگه هیچ کس نگفته ما گپ شافعی را قبول نداریم. دلایلش چیست؟ دلایلش اینی روایت الفرق یعنی که پیامبر صلی الله علیه و میگه عایشه کان تفرکو یعنی او را میمالید باز که ناخونش چی میکرد غسل میکرد. فلو کان نجسا ما اکتفت بفرق اگر نجس میبود کفایت نمیکرد که تنها کت ناخون باید شسته شود. دوم حدیث عبدالله بن عباس است قال سئل النبی صلی الله علیه و آله عن المنی می رسول الله صلی الله علیه و سوال شد از منی یصیب الثوب که در لباس میفته
میریزه چی کار کنیم؟ قال گفت که انما هو به منزلت المخاط و البصاق. سعی کنیم چقدر سر فی به منزله مخاط آب بینی آب دهن است. و انما یکفیک ان تمسحه بخرقه او باسخره، کفایت میکنه که دورش کنی به خرقه یعنی یک لطه میمالی اوسو، یا مثلا آب بینی ویرا بچی یک خرقه اوسو میکنی، یا از خره یک گیاه است میگیری اوسو میپرتیش، یک برگ است که از یک چوب است که چوب اوسو میکنیش. رواه دارقطنی بیهقی. مثلا کسی در نماز باشه آب بینیش بیادن پاک میپرد در جیب میمونه اون نجس خود نمیشه، یا مو بینیش آب بینیش در لباسش میفته نجس میشه نه. مثل از ابن قیم میگه اسنادش صحیح است، سندش عبدالله ابن عباس. بیهقی میگه صحیح موقوفه، موقوف یعنی صحابه عبدالله ابن عباس را گفت. وجه دلالت است که ان رسول قرنه بالمخاط والبصاق، پیامبر میره با آب بینی آب دهن یک جای. و هذه الاشیاء طاهره بالاجماع، این خب اجماع طاهره و منی هم پاک است. ما نمیتونیم پورا بگوییم که پاک اینه. اصل دیگه اصل است طهارت است. فلا تنتقل الا بدلیل، ما نمیگیم که چیز نجس مگر که دلیل باشه، در حالی که دلیل برعکس است. این دلیل عقلی شد. قول دوم چیست؟ انه نجس، این نجس است. این گپ کی است؟ و هذا مذهب الحنفیه والمالکیه، مذهب حنفی امام ابو حنیفه و مذهب شامیست. میگن نجس است باید شسته شود. و اگر که وام میگن که اگر سخت بود با مو چیزام پاک میشه، اگر متو میگم غلیظ بود با مالیدن، اگر نبود باز میگه به خاطر که در وقت منیا غلیظ بود. و یکم دلایل میگن منی وقت فرق کرده. چطور فرق کرده؟ میگه در وقت مثلا ما چی خوراکایشان خورما بوده و چی بوده و چیزایی بوده و دیگه پا دیگه ما حالا خورما مثلا چیزی است ما که اینکه پارا گفتم میتونی. یکم دلایل میگن پیامبر کی تو کده میگه و دلالت به پاکیش نمیکنه، اینطور بوده و طور بوده. این مذهب حنفی مالکی هم است. قال ابن حزم میگه و روینا غسل و عمر، میگه روایت کردیم ما غسلش از عمر میگه ششتنش نقل شده، ابی هریره، انس، سعید ابن مسیب. اون میگن بشوی، ابو هریره میگه انس میگه، یعنی سعید ابن مسیب از جمله تابعی، عمر خلیفه دوم، ابو هریره اینا میگن که یا صحابی است. یکی دلیلش چیست؟ یکی میگه روایت غسلش در قول عایشه آمده کنت اغسل و میشستم اصحاب رسول الله ثم یخرج للصلاه، بعد نماز میره غسل لا یکون الا شیء نجس، میشستن نمی باشه مگر که نجس باشه. دوم حدیث عمار مرفوعا است که انما یغسل الثوب من الغایط، میگه ششته میشود لباس از غایط، یعنی غایط مواد کلان انسان، بول، پیشاب انسان، مزی، منی، دم و قی، خون قی یعنی استفراغ اینا. ولی اخرج البزاس، این حدیث بزاس یک محدث است، حدیث ضعیف هم دی است. و ابو یعلا و ابن عدی در کامل و دارقطنی بیهقی نقل، این محدثین نقل کرده ولی و هو حدیث لا یصح. خود بیهقی نقل کرده میگه هذا حدیث باطل، این حدیث باطل است. اکثر این ازی استفاده کرده که لباس از غایط ششته میشد، باول مزی و منی رو کتیش یک جای که این حدیث باطل است. صرف همیست که ششتن آمده ولی از او باز جواب میگنی دیگرها. مجموعتون دیگه آثار صحابه، بعضی صحابه سنم کانو یغسلون المنی، میگه بعضی صحابه آثار نقل شده که منی را میششتن. صحیح چیست؟ الاولو، صحیح جمعی اول است و انه طاهر است که آنچه که احمد میگه، شافعی میگه و غیره میگن. و علیه فلو صلی الشخص، پس بنا به این میگه اگر یک انسان نماز بخونه مؤمن و علی ثوبه منی، مرد باشه زن در لباس منی باشه، فصلاته صحیحه، صلاتش صحیح است. یعنی اگر کوره دورم نکرده باشد به خاطر که این نجس نیست، بهتر است که جواب میگه روایت کان رسول الله یغسل المنی چی میگن که میشست منی را، میلا معارضتا، این معارضه و تقابل نیست در بین حدیث غسل و فرق که کت دست خود وسمه که کت ناخون، چون جمع در بینش واضح است. علی القول به طهارت المنی، کسایی که میگن منی طاهره، با یحمل الغسل علی الاستحباب، غسلش بر مستحبه، یعنی بهتر است که شسته شود، واجب نیست، مستحب است. للتنظف لا، بخاطر نظافت، نه به وجوب، واجب نیست. و هذه طریقه الشافعی، طریق امام شافعی، احمد، اصحاب الحدیث، داود ظاهری و غیره محدثین میاد. فتح الباری را ابن حجر اسقلانی در فتح الباری شرح بخاری گفته است. اینا که سعی کنین که خب پس والله ما میره میگم که راجی عزیز که پاک است، خب و به می نظر به می دلایل پاک است، یعنی ما نجس گفتش نمیتونیم. اگر ششتش خوب است
ما خودم میشه مال آب است و گرم است دیگه، اگر نبود میشه که بمالی وقت نمازت بیاد نماز تا بخون بعد از اون باز پوشش اگر ششتی. یعنی این تو نکو که بگوی والا چی بیاد نماز من اجا چرا منی ده اینجیم است او را بمالش بیاد دیگه. اینجا 4 چیز است. تخرج من قبول الانسان، می 4 چیز بیرون میشد از قبول انسان، پیشروی انسان، یعنی از امی شرمگاه انسان از پیشروی 4 چیز بیرون میشه. حکم ازیرا اینجا نقل میشه. یکیش مزی است، دومش بول است، سومش ودی است، چهارمش منی. 4 چیز. همین 4 چیز بفهمیم خوب است نه؟ مزی آب رقیق است، باریک، لزجن، یعنی تو چسبناک، یعنی تو کم کم میچسبه. و یخرج عند الشهوت، در وقت شهوت بیرون میشه. و الانتشار، که همو آله تناسلی انتشار پیدا کنه. کما یحصل عند الملاعبه، مثل که در وقت که خانم به شوهرش ساتیری کنه و تذکر الجماع، یا در حالت ساتیری بیرون میشه یا در حالت جماع، یعنی اول که میخوای کاره تو دو حالت، خود حالت نی، در وقتی که یاد میکنه جماع را، یعنی تصور میکنه جماع کردن، هم بستری کردن با خانمش، اونمو وقت ای بیرون میشه. اولین آبی که بیرون میشه امی است. و ای کس میگه نجسون اجماعاً، از جهت اجماع ستاتی انشاءالله مباحثش میاد، به خاطر که این است دلایلش پسان میاد که 6 تا شود. اگر میتونه چیز بود 6 تا شود